الحمید. کسی که این آیات را خوانده باشه خود به خود درک میکنه که مرد در کدام موقف است، زن در کدام موقف است، مرد برای کدام کار است و زن برای کدام کار است. هر کدام الله استعداد متفاوت پیدا کرده و امو وظیفه را باید انجام بده. عالی کشمکش نکنه که نه شاگرد بخیزه بر استاد بگه که در جای تو من در چوکی میشونم درس میگم بگویه، نمیشه، هیچ امکان نداره. او شاگرد است، تعالی را و هیچ تعالی را حاصل نکرده، معلومات نداره. نه، قرآن کریم در اینجا برای ما گفت وقتی ملائک عالی رشک نمیبره، ملائک قناعت میکنه، حتی تا این اندازه را که ملائک مامور به سجده میشه با آدم علیه السلام چی میکنه؟ به ما تو درس داد. درسی چی را؟ اینمی قسم بپذیر کدام مقام و منزلت که الله به کسی داده تو قطش حسد نکن، تو قطش تنازع نکن، کشمکش نکن. بس اهلیت ازی منصب او داره، تو قائل باش که بله اهلیتش داره. من قائل هستم، ما تعالی را یک روزم دریوری نکردیم بخیزم در دریور کلی مردم در موترم نشسته دریور میگم بخی من جای تو در جلو بشینم، مردم هلاک میسازم یا نجات میدم؟ میبرم در یک چقوری مندازم شد. نه، این نویسته الله تبارک و تعالی طرز زندگی را در دنیا برای ما نشان داد که زندگی به کدام نحوه میشه پیش میره، چه قسم میشه، مشوره شوه، وظیفه به اهل سپرده شوه، هر کس در مقام مرتبه خود قناعت بکنه، تنازع و کشمکش نکنه. بس دیگه دنیا دنیاست، گل و گلزار است. امروز این میطور است، اگر ما سر نمازی قناعت بکنیم هیچ جنگ و جدل وجود نداره. خب ما هر کدام خود از دیگه کده چی میتراشیم؟ بگه بالا میتراشیم. خب اینجا خب ملائک برش میگه که کسی را پیدا میکنی که او فساد در زمین میکنه. اول گپیسته تو که در دنیا خلیفه پیدا میکنی به خاطری که نظام دنیا برقرار باشه، او این مردم ها فساد میکنه. از کجا معلوم کرد ملائک که فساد میکنه؟ یا از عنصر آدم علیه السلام، کدام موادی که الله آدم علیه السلام از او پیدا میکنه اینمی مواد در بین خود تضاد داره، خاک، باد، آتش، بگوی آب، یا در بین خود آب و آتش با هم چیست؟ ضد هستند. خاک و باد در بین خود چیست؟ ضد هستند. چطور یک شای متضاد در یک چیز جمع شود؟ هماهنگ نمیشه، حتما که یک طرف چی میشه؟ بگوی زور میشه، حتما جنجال پیدا میشه. از این معلوم کرده بود. یا است که نه، از قوم سابق معلوم کرده بود که در اینجا آباد بود که جنیات بود. یه قیاس کردن بالای کی؟ بالای قوم سابق، که قوم سابق اینی که فساد کرد یا فساد میکنه. دو، یا است که الله تبارک و تعالی برای جا تعلیم داده بود، برشان گفته بود. سه، چهارم از کلمه خلیفه فهمیدن. خلافت حکومت داری را میگه. خلافت ای را میگه که مردم میاید در پیش تو، فیصله و محکمه خود پیش تو میکنه. او فیصله و محکمه وقتی میشه که نظام پیدا شده باشه، او نظام سرچشمه فساد است. با الله تبارک و تعالی میگه کسی را پیدا میکنه که فساد میکنه، باز به طور خصوصی خونریزی را میگه و یسفک الدماء. اشاره به این میکنه که در بین کل گناه ها، در بین کل فسادا بزرگترین فساد خونریزی است. چرا؟ به خاطری که امن باقی نمیمانه. ابراهیم علیه السلام وقتی که دعا میکنه در مکه مکرمه که اینجا قوم آباد شد، اولین دعایی که میکنه چی میگه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. اول گپ برای زندگی انسانی اولین چیزی که ضرورت است امن است. امن که امن نبود زندگی نیست. او توسط خونریزی امن برقرار میشه، از بین میره. حالی دمی وطن ما امن چرا از بین رفته؟ خونریزی وجود داره. خونریزی وجود داره. معلوم شد که خون ریختاندن یک انسان بسیار گناه بزرگ است. قرآن کریم ای را به عذاب چی میگه؟ بگه عذاب جهنم ابدی یاد میکنه. به می خاطر یاد میکنه که این خیلی امر بزرگ است. او ملائکه ما میگه میزنه و نحن نسبح بحمدک، ما به پاکی یاد میکنیم تو را به ابرای ثنای تو، و نقدس لک، و این سرزمین برات پاک میسازیم، آماده میسازیم برای که از اینکه احکام الله، احکام تو در اینجا نافذ شود. ملائک میگن ما چرا لایق بایستیم که دماغ و مواد معصیت و نافرمانی وجود نداره، هیچ وجود نداره. لیاقت از این گپا را خب ما باید داشته بودیم که ما مقرر میشدیم. الله اول به طریق اجمال جواب میگه. قال انی اعلم، گفت الله تبارک و تعالی ما میدانم، ما آن چیزی را لا تعلمون که شما نمیدانی. ملائک میدانه
بجز از آن چیزی که الله برش فرمان داده. خود ملائکه هم اعتراف میکنه. موضوع چرخید سر یک موضوع. ان الله بكل شيء، اونجا چی گفته بودیم؟ و هو بكل شيء، الله به هر چیز علم داره، مصلحت داره، راز داره، کلش الله میدانه. که الله همه چیز میدانه، کدام فرمانی که برای تو میده باید تو بالکل بپذیری. آلی عقل جنگی نکنی، آلی نگوی که چرا اینطور شده، چرا نگو، خلاص تسلیم شو به الله تبارک و تعالی. خود ملائکه هم آلی اعتراف بر ازی میکنه که بله یقینا که ما همون چیزی را یاد داریم که تو برای ما تعلیم داده، دیگه چیز یاد نداریم. الله ثابت میکنه. اول به طریق اجمال گفت ما میدانم مصلحت‌ها را، ما میدانم لیاقت‌ها و اهلیت‌ها را که شما نمیدانید. شما چی میدانید؟ تنها آیا برای خلافت زمین همین عبادت الله کفایت میکنه؟ نه، خلافت خود تقاضای کشمکش داره. خلافت خیره میخواه که در بین مردم نزاع باشه، باز فیصله صورت بگیره، تنها به عبادت نمیشه. و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم داد با آدم علیه السلام الاسماء، نامای تمامی چیزای مورد ضرورتی در زندگی از انسانی که در روی زمین میشه، نامایش، خاصیاتش، کیفیاتش مکمل تعلیم داد. اینجا تنها نام نیست، بلکه هر چیز به امرای خاصیتش تعلیم داد. الله تبارک و تعالی با آدم علیه السلام کلها، از تمامی چیزا را، هیچ چیز باقی نماند. اینجا کلی استغراق عرفی برش میگه. دو قسم استغراق یا شامل بودن نمیگیم. یکی حقیقی که هیچ چیز از پیش بیرون نمیشه، یکی چی هست؟ عرفی است. در کابل میگیم کلی چیز راهنمای معاملات جمع کرده. مراد از کلگی یعنی دمی شهر کابل که راهنمای معاملات است، این میره کلش جمع کرده. این مانانی که در دنیا راهنمای معاملات است، این را جمع کرده. این را میگه استغراق عرفی. اون چیزی که مورد ضرورت آدم علیه السلام بود در زندگیش و در خلافت، امو چیزا را الله برش خاصیتش نامش تعلیم داد. ثم عرضهم، بعد از او پیش کرد مسمیات اینمی چیزا را، ناما را نه، اما اصلی چیز الله تبارک و تعالی به ملائک پیش کرد. علی الملائکه، بالای ملائک. فقال، گفت الله تبارک و تعالی شاگرد قرار داد ملائکه، انبئونی، خبر بده مرا، بی اسماء هؤلاء، به نامه و خاصیتا تاثیرات اینمی چیزا. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگه در مقابلش دروغ. خیر یا راست نگفته، اینجا صادقین به معنای اگر شما درست میگه یعنی خطا نمیگه. اینجا راست در مقابل دروغ نیست، اینجا راست در مقابل خطاست. اگر شما در اینمی بیانتان خطا نشده باشه، در حق رسیده باشه، خیر بیاره بگوی خاصیات اینمی چیزا را. قالوا سبحانك، گفتن پاکیست برای بالای توی الله تبارک و تعالی از هر نوع اعتراض انتقاد. ما هیچ نوع اعتراض انتقاد سر تو نداریم. لا علم لنا، نیست علم برای ما، الا ما علمتنا، مگر امو مقداری که تو برای ما تعلیم داده ای، مطابق استعداد ما، مطابق قابلیت ما و آن چیزی که ضرورت ماست. انک، یقینا تو یا الله تبارک و تعالی، انت تو نکسی دیگه، العلیم، داناستی، میدانی تمامی رازا و مصلحتها را، الحکیم، و حکمت والاستی که چرا آدم علیه السلام انتخاب کرده ای برای خلافت. تو حکمت والاستی، ما انتقاد اعتراض نداریم. خلاص موضوع مهمی که ثابت میشه خواهمیسته که ملائک مخلوق تابعدار الله تبارک و تعالی است. علم غیب داره؟ نداره. تمامی رازا و مصلحتها را میفهمه؟ نمیفهمه. یک دفعه الله خود گفت که اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم چیزی را که شما نمیدانی. الله گفته که نمیدانی. معلوم شد ملائک علم غیب نداره. و یک دفعه اعتراف اقرار از خود ملائک که سبحانك، پاکی برای توست، ما انتقاد و اعتراض نداریم. قال سبحانك، شما انتقاد میکنی که آدم علیه السلام تعلیم داد نامه را، خب ملائکه هم تعلیم میداد که میگفت برای الله تبارک و تعالی. جواب یا است که در موقع تعلیم ملائک و آدم علیه السلام کلگی یکسان است، در میدان تعلیم هستند، اما آدم علیه السلام امی تعلیمات فرا گرفته، ملائک فرا گرفته نتانسته. ای با مثل یک کسی است، یک دیقان میبریم قطع یک کسی که 12 صنف خلاص کرده و میریم ده پوهنتون ده صنف انجینری میشانیم شه. وقتی که استاد می از زاویه و از مربع و از مستطیل بحث میکنه، شاگرد خوب میفهمه که این چی چیز است، اما دیقان بیچاره ایران میمانه که زاویه کجاست، این مربع کجاست. ساعت تیر میشه، استاد درس میگه،
شاگرد 12 پاس این درس فرا میگیره، لیکن دیقان هیچ چیزی را فرا نمیگیره. چرا؟ به خاطر که دیقان استعداد این درس نداشت. در تعلیم الله تبارک و تعالی هم به آدم علیه السلام هم به ملائک داده. این تعلیم تکوینی میگه، تعلیم فطری برش میگه. در اصل پیدایش الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام این قابلیت داده که اینمی چیزا را بدانه و به ملائک قابلیت نداده. چرا؟ ملائک خوردن نمیکنه، نوشیدن نمیکنه و نمیفهمن، نزاع و کشمکش هیچ وجود نداره. از همون خاطر اینجا ملائک اینجا اعتراض هم نمیکنه که ما را استعداد میدادی. چرا؟ این اعتراض نمیکنه که ما را استعداد میدادی. خودشان اقرار میکنه که تو علیم هستی، تو حکیم هستی، تو میدانی رازها و مصلحتها را و تو حکمت والاستی که برای ما را طوری پیدا کردی که همین قابلیت برای ما ندادی و آدم علیه السلام طوری پیدا کردی که همین قابلیت برش دادی. ما انتقاد نداریم. چرا؟ به خاطری که این حکمت ها را کی میدانه؟ الله تبارک و تعالی میدانه. چقدر موضوع قناعت بخش است. هر انسان در مرحله زندگی خود قناعت کنه. ما دعوا نداریم کلگی ما پاچا باشیم، کلگی ما دکتر باشیم. اگر دعوا بکنیم زندگی پیش میره یا زندگی فلج میشه؟ زندگی فلج میشه. الله تبارک و تعالی حکیم است، مطابق حکمت خود همه معیار زندگی را برابر میکنه و ما را بعد از او دستور میده. خو هر کس در مقام خود چی داره؟ مسئولیت. مقام بلند داری، مسئولیت بلند داری. مقام پایین داری، مسئولیت تام چی است؟ کم است. هر کس مطابق امو مقام و منزلتش است، ولی هر کدام در امو مقامش مورد امتحان کیست؟ الله تبارک و تعالی. آلی عزتمندی دنیا عزت است؟ نه. مقام و منزلت دنیا مقام است؟ نه. اصل مقام عزتمندی در کجاست؟ او در حاصل کردن امو مقام کلگی علی سویه قدم میمانیم. الله بر ما معیار مقرر کرده، آلی تو دمی مسئولیت خود امو کمایی کرده میتونی امو مرتبه را که در آخرت است یا نه؟ پاچا خیطور نیست که قرا خو بکنه. عمر رضی الله عنه میگفت اگر در لب کناری نهر فرات شتر بمره، از عمر رضی الله عنه سوال میشه که چرا مرد. از این خاطر شب گرد میگشت که در کجا شکایت وجود داره، در کجا ناله و فریاد وجود داره. و در زمان پیغمبر علیه السلام امارت و حکومت هیچ کس نمیپذیرفت، به زور داده میشد، کس نمیپذیرفت. چرا نمیپذیرفت؟ و میدانستند که خو مسئولیت است، این خو برداشت مسئولیت است و ما میتونیم از عهده برآمده یا نه. مسلم امروز واری نیست که مردم جمع میکنن میگه الا رای به ما بده، الا رای به ما بده. خبرداری نه؟ وکیل پارلمان صاحب و وزیر صاحب گرد گشته که برای ما رای داده. ای جناب وکیل صاحب، ادناترین فاحشه که در وطن صورت میگیره در گناه تو شریک هستی. ادناترین حادثه غمانگیز که در وطن صورت میگیره جناب پاچا صاحب، وزیر صاحب، وکیل صاحب، تو شریک هستی اینجا. اینا بدونی. این خود نیست که بلدنگ به خود جور کردی، حالی 20 نفر قومی خود وزیر و مشاور و فلانی مقرر کردی و در ده مملکت تجارت شروع شده. پیش الله تبارک و تعالی تو مسئول هستی، خبر داری نه؟ تو باید درک بکنی واقعیت را. زمان پیغمبر با امروز تو مقایسه بکن. چرا؟ و نمیپذیرفتن عهده را، به خاطری که میگفت ما از این عهده برآمده نمیتونیم. چرا؟ آخرت، یاد آخرت اونجا غالب بود. در این عصر یاد آخرت غالب آلی فقط دنیای مادیات است. فکر میکنه اینمی جهان است خیر و خلاص، لیکن اینطور نیست. اینطور نیست. انسان باید در کدام مرتبه که قرار داره قناعت کنه. چقدر خوب است اگر دمی یک آیت ما خوب تدبر بکنیم، تعامل بکنیم، کلی مشکلات ما حل است. یک کسی اولاد نداره، یک کسی کور است، یک کسی لنگ است، یک کسی فقیر است، یک کسی در مقام پایین قرار داره. نه نه نه، دمی اکتفا بکو، خود دمی اینجا اطاعت الله را بکو، دمی موقفت اطاعت الله را بکو. چرا؟ هر کس که در هر مقام قرار داره مسئول است. مسئول. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدامی ما حیثیت چوپان داریم و در مورد ما تحت ما مورد سوال قرار میگیریم. مولای ما میتور فکر نکنه که برو ختمه آمده رایسته، پیسه را گرفته رایستم، خوابایم پوره چیسته، پالویم شل شده رایسته، هر قدر که خو میکنه که میخیزه 8 بجه است، 9 بجه است، 10 بجه است، شل میشه. نه، به نزد الله تبارک و تعالی رفته نیستی. این جواب میدی به الله تبارک و تعالی. مقتدی تا چی چیزی نشان دادی؟ مقتدی هم سوال جواب داده نیست که کدام مولا را گرفته، گزاره‌ای را
یعنی یقینا عالم گرفته. کدامش گرفته؟ جواب داده رو ایسته. خب بله، این آیت برای ما قناعت داد که هر کس در موقف خود به الله تسلیم شود و بگوید که الله تو حکیم هستی. مرا اگه اولاد ندادی تو حکیم هستی. اگر اولادی مرا در زندگی میگیری تو حکیم هستی. اگر مرا کور ساخته تو حکیم هستی. اگر مرا بگوی فقیر ساخته تو حکیم هستی. تو هر کار به حکمت میکنی. ما به قضا و فیصله تو تیش چیستم؟ تسلیم هستم. آیت برای ما درس داد. اگر ما امی آیت تعامل بکنیم، آل استراب پیدا میشه، پریشانی. آل خودکشی کسی میکنه؟ نمیکنه. میگه بس از جانب الله است، در امتحان الله قرار دارم، ما باید در امتحان کامیاب شوم. مرا فقیر ساخته، در فقر خود مورد امتحان الله هستم، ما باید امی فقیری را مطابق دستور الله پیش ببرم. ما مریض هستم، مریضی خودم مطابق دستوری کی؟ ما بر سر مصیبت آمده، امی مصیبت مطابق دستوری کی؟ سر ما خوشی آمده، امی خوشی ما مطابق دستوری کی؟ بس امتحانای الله تبارک و تعالی است. تو در میدان کامیاب شو. در اینجا الله تبارک و تعالی ملائکه را شاگرد قرار میده، برش میگه انبئونی باسماء هؤلاء، به نام اینمی چیزا بر ما خبر بده. اگر شما واقعیت خطا نشدید در قولتان، خو لیکن وا زبان اعتراف چی میکنه؟ گویا میسازه. میگه لا علم لنا الا ما علمتنا، به مو مقداری که تو بر ما تعلیم دادی، که ما لیاقتش داریم، که ما استعدادش داریم. معلوم شد علم الله تبارک و تعالی در مخلوقاتش مطابق استعدادات داده میشه. مطابق چی؟ استعدادات داده میشه. آن چیزی را که تو استعداد دادی الله میده، تو علم نداری، پس از او خاطر علیم کیسته؟ الله تبارک و تعالی. قال یا آدم انبئهم، حالی ثابت بسازه که لیاقت و اهلیت اینمی خلافت آدم علیه السلام داره، لیکن این لیاقت توسط کی ثابت بسازه؟ توسط علم. توسط علم برای ما معلوم میشه ملائک کدام طایفه است، کدام مخلوق است که مکمل عمرشان در عبادت الله تیر میشه. در چی تیر میشه؟ لیکن اینجا برتری آدم علیه السلام توسط علم میشه. مرتبه علم بالا شد یا عبادت؟ چرا مرتبه علم بالاست از عبادت؟ میفهمی؟ عبادت فرع علم است. تا که علم نداشته باشی عبادت انجام دادن نمیتونی. برای ما درس داده شد که کدام عبادت به نزد الله معتبر است که با علم باشه. با چی باشه؟ سابقم تو برادرم نماز میخواندی، خو الحمدلله را معنا و مقصدش نمیفهمیدی. 100 رکعت نفل میخواندی، خو لیکن امروز تو 2 رکعت نفل میخوانی، خو معنای کی را میفهمی؟ الحمدلله را میفهمی. در اون وقت 100 رکعت میخواندی، خلاص میشد نماز، امی قدر توجه تام طرف الله پیدا نمیشد. اما آلی که می الله اکبر بگوی، توجه طرف معنای الله اکبر شد که الله بزرگ است. آلی امو عنوان انانیت و کلان تراشی و خود تراشی مکمل در ذهنت میاد. مکمل آلی در تلاش عزیزتی که من خود بسیار عاجز بنده است. بعد از که سبحانك اللهم را شروع میکنی، الحمدلله را شروع میکنی، فرق است در بینی ازی. یکی علم است، یکی عبادت است. کسی که میگه که عبادتی ما مقبول است بدون علم دروغ میگه، نادرست است. علم مقام داره. ما پیرای فعلی عصر حاضر که انتقاد داریم سریم از این انتقاد داریم که او پیر صاحبا شما چطور در کدام مقام رسیده که مریدایتان تصفیه قلب میکنه؟ از کجا میکنی؟ ها؟ یک روز در مدرسه نخوندی، یک روز در درس قرآن حاضر نشدی، یک حدیث هم نمیفهمی، خیر تزکیه از کجا میاد؟ ما عبادت زیاد میکنیم، چی رقم عبادت میکنی؟ ها؟ چی رقم؟ مش مرده بود، کدام تا میگه خیلی صوفی شیخ بود، خب مش از زیر پای شده بود مرده بود، این گفتی جاندار اما کشته، او را گرفته بود در گردن خدا وزان کرده بود که چه حقی ازی پوره شد. یک برادرش این عبادت هم میکرده که در علم رفته بود، زمانی که پس آمده بود گفت گردن چیسته، گفت موش است. چرا؟ گفتی را زیر پای کردم کشتم شد. گفت چرا اینجا آویزان کردی؟ گفت حقش ادا کنم. گفت دوری خوری خو موش است، مضر چیز است، باید کشته شود. او تو تمام عمر این نجس در اینجا انداختی، نماز خونده یا عبادت زیاد کردن، کلی نمازایت نشده. شرط قبولیت عبادت است که نجس نباشه بدن آدم. تو چطور میکنی؟ علم ضرور است. پیر صاحبا را ما میگیم بیاید در قرآن بشینید، باز بعد از اون مرید جور کنه، حدیث پیغمبر را بگوی، بعد از اون مرید جور کنه. اگر ما سرطان اعتراض کردیم زبان ما را قیچی کنی. خو لیکن شما نعوذ بالله ادعای غلط میکنی، شریعت و طریقت با هم جدا میکنی.
میگه طریقت جداست، شریعت جداست. چی میگن؟ به مریدای خود چطور توصیه کرده؟ اگر پیری تدیدی نعوذ بالله که زنا میکرد اعتراض نکو. چرا؟ تو نمیفهمی طریقت جداست. دلیل از کجا میگیره؟ دلیل از واقعی خضر علیه السلام. حالا که واقعی خضر علیه السلام موسی علیه السلام به می خاطر است که موسی علیه السلام تعهد قطعی خضر علیه السلام هم میکنه که در مورد سوال نمیکنم، لیکن وقتی که خلاف شرع عمل انجام میده در ظاهر شرع خلاف است، دست انتقاد کی میکنه؟ موسی علیه السلام میکنه. به ما درس میده که هر کس خلاف ظاهر شرع عمل میکرد تو بعد انتقاد سرش بکنی، ولو که تعهدم کرده باشی که ما سوال نمیکنم بعد سوال بکنی. چرا که موسی علیه السلام سوال کرد. این بدینی است، نعوذ بالله. مردم به بیراه کشاندن است. مقام علم بالاست. آدم علیه السلام معلم قرار میده الله، برش میگه بیان کو به ملائک. چی میگه؟ قال یا آدم، گفت آدم علیه السلام، الله تعالی گفته آدم علیه السلام انبئهم، خبر بده ای ملائکه به اسمائهم، به ناما، به اثرات، به خصوصیات تمامی چیزا که ضرورت خلافت زمین است. فلما انبئهم، هرگاه که خبر داد آدم علیه السلام ملائکه به اسمائهم، به نامای همی مسمیات همی چیزا و خاصیاتشان، قال الله تبارک و تعالی باز میگه به ملائک الم اقل لكم، آیا براتون نگفته بودم انی اعلم، ما میدانم، رازا و مصلحتا را، غیب السماوات، آن چیزی که غایب است در آسمان ها و الارض، در زمین، چیزای پنهان در آسمان ها و زمین ما میدانم، و اعلم، ما میدانم، ما آن چیزی را تبدون که شما اشکارا میکنه در زبانتان، و ما کنتم تکتمون، آن چیزی را که شما پنهان میکنه، کل شما علم دارم. ملائک چیزی را که ظاهر کرده بود اینمی بود که میگفت چطور خلیفه میسازی کسی را که فساد میکنه، خونه میریزانه، و چیزی را که پنهان کرده بود اینمی بود که الله تبارک و تعالی از ما کده مخلوق معزز و مکرم دیگر را پیدا نمیکنه. یک قول است. دوم قول در بین ملائک ابلیس لعین بود. ابلیس لعین در مو فرصت گفت که به هیچ وجه من احترامی اینمی خلیفه را ندارم. او را قطعی در دل خود، در اراده خود همینطور گفته بود. از او خاطر الله اینجا میگه و اینی و اعلم ما تبدون، من میدانم آن چیزی را که شما ظاهر کرده که ملائکه واقعی بودن، و ما کنتم تکتمون، آن چیزی را که شما پوشانید. ابلیس که در بینتان بود، کدام اراده و قصدی را که پوشاند او را الله چیز میدانه. اگر ما به یک صفت الله تبارک و تعالی عقیده داشته باشیم که الله علیم است، هر چیز میدانه، هر چیز میدانه، هر چیز میدانه. من نظر میکنم امیالی اینمی قسم نشستم، امی ترجمه را به کدام نیت میکنم الله علیم است یا نه؟ مجبور هستم که ترجمه نیتی خود خالص بسازم. ادناترین شبه را قطعی ترجمه خود شریک نسازم. چرا؟ اگر شریک ساختم خونجا پیغمبر میگه که نه یسیر ریا شرک، کمترین ریام چی است؟ شرک است. علیم است الله تبارک و تعالی کدام نیت و اراده و قصدی که ما دارم. نعوذ بالله. اگر ما قصد خودنمایی و سمعت و شهرت طلبی باشه، بازی کل زحمتم تکلیفم به خاطر ازی برباد شود. علم به صفات الله، عقیده به صفات الله، این عقیده است که انقلاب در وجود انسان پیدا میکنه، انسان واقعا انسان جور میکنه. بس الله علیم است، هیچ کسی وجود نداره. این موبایل کسی پیشم باقی مانده و خوب قیمت هم داره، ولی هیچ کس از پیشم خبر نمیشه. این موبایل هم میگیرم، گرفته میتونم، اما میگم که الله علیم است. ما الله علیم است از این حالم خبر داره. اگر من این را پنهان بکنم خلاص پیشم بازخواست میکنم. مجبور هستم که این را اعلان کنم. شریعت برام گفته که چی کو؟ اعلان کو، که مشخصاتش کسی بگوید برش تسلیم کن. این حق تو نیست، ملکیت تو نیست. یک به صفت علم الله تبارک و تعالی اگر مردم یقین داشته باشه گناه میشه، ادناترین گناه میشه، در نماز خلل واقع میشه، نماز ترک میشه، روزه خورده میشه، ضرر به کسی داده میشه. یک صفت علم الله را که ما تسلیم کنیم و عقیده سید موردش بکنیم. قرآن همینطور میگه برای ما. این درس است که ملائک با اونمو شانشان، با اونمو مقامشان، الله تبارک و تعالی برشان ثابت ساخت که اهلیت برای کیست؟ آدم علیه السلام. امتیازش توسط علم شد و ملائک تسلیم میشه. ملائک بالکل را قناعت داره که بله همینطور گپ است. عالی برای ما و شما واضح شد که این شکر بزرگ الله را کشیده میتونیم.
ما هم اولاد کیستیم؟ آدم علیه السلام. اما علم ما و شما هم داریم یا نداریم؟ چرا زندگی در دنیا میکنیم چی رقم زندگی بکنیم که احکام الله نافذ شوه یا نه که نافذ نشوه؟ نافذ شوه. حکم الله روزه است نافذ شوه، کس نباشه که باید گیره بخوره. حکم الله نماز است نافذ شوه، حکم الله حجاب است نافذ شوه، حکم الله چیز زکات است نافذ شوه، حج است نافذ شوه. هر حکم الله باید نافذ شوه. هر کدام ما تلاش کنیم که نافذ شوه. هر کدام ما مسئولیت داریم. لیکن امروز این نمی تلاش ما نمیکنیم. اگر توی میکنه بچه کاکا میخیزه میگه یک دسته ساز تر من، اگر تو نمیاری من میارم. همینطور برش میگه یا نه؟ در مورد همینطور بدعت میگه تو اگر 3 و 4 نمیکنی من میکنم از خانه خود. من در مردم خدا چی نمیکنم؟ کم نمیارم خدا. همینطور میگه یا نمیگه؟ خب یک نفر کمک نمیکنه که برش نمیگه که او بیادرکم. توی تا کجا گرفته در خانه؟ چقدر وست داری؟ یک 20 نفر وست دارم که نان داده بتانم بس. عروس بیار بعد از او ولیمه برش بده. هیچ کس از پیشت گله نمیکنه. نفر دومی که خبر میشه که تو خبر نکردی وضعیت اقتصادی تو برش معلوم است، برات تو میگه که الله برات اجر بده. سنت رسول الله را عملی کردی، من از پیش گله ندارم. الله تو را توفیق زیاد بده. ببینید دنیا جور میشه و ناجور میشه. جور میشه. گپ اینم اینجاست که ما تسلیم شویم و آن چیزی را که الله از ما مطالبه داره مسئولیت داریم امور ادا بکنیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گفتیم برای ملائکه سجده کنی لآدم، برای آدم علیه السلام، فسجدوا سجده کردن الا ابلیس، بجز از ابلیس، ابا انکار کرد و استکبر، خود کلان تراشید و کان من الکافرین، بود در علم الله از جمله کفار، یا و کان گشت امی آده ابلیس بنا سجده کردن بنا قبول کردن امر الله تبارک و تعالی، من الکافرین از جمله کسایی که کافر هستند. این دیگه نعمت الله برای ما ذکر میکنه. یک در آیت ما قبل الله بیان اهلیت خلافت آدم علیه السلام بیان کرد. در اینجا چی بیان میکنه؟ حقوق آدم علیه السلام چی